گاهی وقتا پیش میاد تو ادیت ما 2 تا تصویر داریم که توی 2 منطقه مختلف تصویر برداری شدن. قطعا وقتی تصویرهای ما توی 2 تا منطقه مختلف تصویر برداری میشن و یا توی 2 بازه زمانی مختلف تصویر برداری میشن، از لحاظ رنگ و نور شبیه به هم نیستن و نیاز هستش که ما توی ادیت بیایم رنگ و نور این 2 تا تصویرمون رو شبیه به هم بکنیم. برای اینکه رنگ و نور این 2 تا تصویرمون با هم دیگه مچ بشن و ما بخوایم این حس رو به مخاطب القا کنیم که این 2 تصویر در یک روز و با فاصله زمانی اندک از همدیگه تصویر برداری شدن، ما 2 تا مرحله رو باید ببریم جلو. اول میایم یکی از تصاویر رو انتخاب میکنیم و اصلاح رنگ روش انجام میدیم و در وهله دوم که همتونم بلدید مچ کالر میکنیم 2 تا تصویر رو با هم دیگه تا رنگاشون شبیه هم بشه. ما اینجا 2 تا تصویر داریم، تصویر اولمون و تصویر دوممون. خب تصویر اولمون فضای سرد و خنکی رو به ما القا میکنه، تصویر دوممون فضای گرمتری داره. میخوایم تصویر اول رو یکم شبیه به تصویر دوم بکنیم. اگر من این رو بزرگ بکنم که شما 2 تا تصویر رو کامل ببینید. خب من تصویر اولم انتخاب میکنم و اصلاح رنگ روش انجام میدم. برای اینکه اصلاح رنگ رو انجام بدم میرم از پنل ویندو و لومتری اسکوپسم رو باز میکنم تا طیف‌های رنگی رو به من نشون بده. داخل پنل لومتری اسکوپس کلیک راست میکنم، از قسمت پریست پرده RGB رو انتخاب میکنم. میبینم که پرده RGB اوکی هستش و 3 کانال رنگ اصلیم رد، گرین و بلوم تو طیف مناسبی هستن. تقریبا از 15 شروع شدن تا 80 90. البته این میتونه یه مقدار سچوریشن بیشتری بگیره که بعداً از قسمت لومتری کالر مال میکنیم بهش. دوباره روی پنل لومتری اسکوپس کلیک راست میکنم، از قسمت پریست و این دفعه ویو فرم RGB رو انتخاب میکنم. از قسمت لومتری کالر قسمت بیسیک کرکشن میام و با تغییر دادن هایلایت ها و شادو ها این اعدادی که دارید میبینید داخل نمودار من رو به 90 از بالا و به 10 از پایین نزدیک میکنم. به چه صورت؟ وقتی من هایلایت همو یک مقدار زیاد میکنم میبینید که نمودار من به سمت بالا حرکت میکنه. خب این رو من میخوام شادو هام رو یه مقدار کم میکنم، بلک هم رو یه مقدار بلک تر میکنم، یه مقدار کنتراست میدم، یه مقدار دوباره هایلایت و تمام. بعد از قسمت سچوریشن میام یک مقدار سچوریشن تصویرم هم زیادتر میکنم، مثلا عدد 120 رو قرار میدم. خب یه مقداری تصویرم داره گرمتر میشه، دقیقا همون چیزی که میخوام هستش. حالا روی این قطر چکون وایت بالانس سلکتور رو کلیک میکنم و روشن‌ترین قسمت تصویرم رو انتخاب میکنم. برای مثال اینجا میتونه خوب باشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم میریم از قسمت کرز RGB کرز 3 تا نقطه ایجاد میکنیم به ترتیب از پایین شادوها، میانه یا میدتون هامون و هایلایت هامون. یه مقدار هایلایتمون رو زیاد میکنیم، شادومون رو کمتر میکنیم. خب تصویرمون داره کم کم به اون چیزی که میخوایم نزدیک میشه. ببینیم چه بلایی سر تصویر اولمون آوردیم. این ویدیو خام بود بدون اصلاح رنگ و این هم ویدیو اصلاح شده ما هستش. قدم آخر میریم و روی ویدیو دوم کلیک میکنیم، در حالی که رو حالت انتخابه از قسمت کالر مچ کامپرشن ویو رو کلیک میکنیم. وقتی روی کامپرشن ویو کلیک میکنیم یک تصویر دو قاب به ما میده و از این قسمت میام روی تصویر اولم قرار میگیرم و اپلای مچ رو کلیک میکنم. ببینیم چه اتفاقی برای تصویر دوممون افتاد. خب الان کافیه فقط با یک ترانزیشن مناسب بیایم انتقال تصویر مناسب رو برای بین 2 تصویرمون انتخاب کنیم و به مخاطب این حس رو القا کنیم اینکه این 2 تصویر دقیقاً در یک روز و با فاصله مکانی و زمانی کم از هم دیگه تصویر برداری شدن. مرسی از اینکه همراه ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. اگر باز هم دوست دارید از این مدل ویدیوهای اصلاح رنگ براتون آموزش بذارین حتما به ما بگید. دوستتون داریم، مواظب خودتون باشید.